من طور نیست تو خودم میکنم جیشه بعد کردم گندوندم سرویس رو همه گفتن چه بویه. بعد بچه ها مینو خانم با ما هم سرویسی بودن گفتن که کی بوده. من هیچی نمیگفتم صدام در منو باید بو کنیم ببینیم کی بوده. مسئولی بو کردن که شد مهران مینو خانم. خب از کجا بو کنیم؟ از سر سرویس بو میکنیم. شروع کرد دونه تو خشتگاه من حالا خدا که زودتر پیاده سری به زنگاه که نوبتی من رو بعدی شد پیاده خوبه اگه نه که آبرو من رو شباری چیکار کردی؟ نمیرفتم هیچی با جیش رفتم تا خونه نه بعد سر راه آقای قریشی رسید بعد تعارف کرد بیاین بالا برسونم من نه خودم برسی ما پیاده میخوام بیام خونه جیش کرده اینقدر مامان عصبانی اینقدر دعوا کرد چون توالت دلم نمیرفت توالت‌های مدرسه ها چند بار جیش میکردم. یکی کوچولو بود مهد کودک بود بعد یه بار جیش کرده و کوچیک بود مثلا 3 سالش بود یا 4 سالش بود بعد هر وقت دادم ببین چقدر زرنگ چه بوی بدی میاد. یکی هم گفت فکر کنم کود دادم. همیشه من میگم به من خنده‌اش میگه گفت تو کود دادن درخت‌ها رو فکر کنم کود دادم. یادت یکی نه رفته بودم تو ماشین بعد مامانم و پگی نمیدونستم بس نه اون دفعه نبود اون دفعه بود که من و پگی اومده بودیم با تو مهد کودک که می‌خواستیم بریم اردو بعدش تو جیش کرده بودی تو خودت هرچی من و پگی میگفتیم مورد دستشویی تو نمیرفتی بعد آخر تو خودت جیش کردی که بعد گفتی که بچه‌ها میگفتن وای تو بوی میاد تو میگفتی کود دادن که به پنجره هم میونه نگاه کردم کود دادن. توالت نمیرفتم جیش میکردم دلم نمیرفت اصلا. من در طول دوران اصلا توالت نرفتم تو مدرسه باورت میشه. من یه بار رفتم یعنی خیلی بد بود. یه بارم بگو داستان کتاب جا گذاشتن هم بگو یه بار حالا که داری میگی. بزرگ بودی؟ نه تو کتاب کیف و اینا جا گذاشتی؟ من سر به هوا بودم مثلا حواسم به خودم و درسم جشن روز مادر رو گرفتم اما اون کتابای فرانسه اون اصلا فرانسه میومد فرانسوی‌ها میآوردن هیچ مامان قرار شد بیاد دنبال ما از 5 عصر اومد اینا به خوشحال خندون از جشن تموم شده اومدیم بیرون تاکسی گرفتیم منو بعدی عقب مامانم جلو رسوند اون در خونه و خوشحال و خندون پیاده شده و اینا رسیدم در خونه کیفم جامو تو تاکسی هیچی دیگه نشدم فردا نه کیف نه کتاب فارسی نه کتاب فرانسه. حالا کتاب فارسی که مشکل دوباره مامان من مدرسه گفتش که کتاب برای این بعد تهیه کنید. دوره یه مدت من کتاب نداشتم تو دوره کتاب برام سفارش دادم برام. نه ما خیلی جالبه که رضا همیشه داشت تو مدرسه جا میذاشت بعد همیشه هیچ بودم بعد مامان هر بار مدادش نبود یه بار کتابش نبود یه بار کیفش نبود بعد مامان باش کلیوف دستکش نو خریده بود هی من و مامان بهش گفتیم این دستکشو تو مدرسه جا نذاری یا تو مدرسه جا نذاری یا اون نه حواسم بعد چیزا از سوار سرویس شدیم اومدیم خونه بعد من گفت من دستکشمو جا نذاشتم دستکشو بودی خب کیفت کو دستکشو تاکسی هم رفته بود دیگه به خدا چه کارایی ما میکردیم به خدا سر به هوایی بده به خدا شیطونی من یه بار کیفم جا گذاشتم وای شکلی آره رفتیم مدرسه در مدرسه رسیدیم صبح دبی رفتیم مدرسه رسیدیم که بودم خب پیش برم از من کیفم تو خونه جا گذاشته بود دوباره برگردیم در خونه همیشه که حالا که هم بس مامانم حالم میکنه اگه بچه رو خواست جا میده مامانش هم حالش میکنه این همه حواسم به دانیال و حواسم به حال کردن مامان رضا خیلی خنده دستکشو اونجا آره دستکشو بابونم دستکشو بابونم که بود کیفت کو مامان تو خیلی عصبانی برگشتم مدرسه دوتایی با هم دوباره کیف مدرسه من که کیفم دیگه تاکسی بردم این خیلی شوته امسال ترم اول امتحان اسلامی تو ساعت 5 بعد از بازی کرد 5 بعد از چیز امتحان اسلامی فرا بده گفت کتاب ندارم تو مدرسه جامون داره اصلا گم کردم چند قبلش گم کردم یک بیچارگی کشیدیم یه بار من زنگ فرانسه شو نمی‌کنه کرد من